ادامه بده. من مطمئنم یه روزی حتما موفق میشی و هیچ وقت از شکست خوردن نترس، چون اصلا مهم نیست چه شکست بخوری. مهم اینه که ناامید نشی و دوباره از اول با قدرت بیشتری شروع کنی، چون خدا تو رو قدرتمند آفریده. پس برای رویاهات بجنگ، چون هیچ کس جز خودت این کارو برات نمیکنه. فقط کافیه اهدافت رو مشخص کنی و قدم اول رو برداری و تلاش و صبر رو با هم داشته باشی و توکل کنی به خدا و ناامید نشی و مطمئن باش اگه تلاش کنی و امیدت به خدا باشه یه روزی میرسه که میگی خدایا شکرت. درست خیلی سخت بود ولی من انجامش دادم. ادامه بده و تلاش و صبر رو با هم داشته باشی و توکل کنی به خدا و ناامید نشی و مطمئن باش اگه تلاش کنی و امیدت به خدا باشه